سلام دوباره، من عماد باقری هستم، مدیر توسعه کسب و کار شرکت برنا و در خدمت آقای کسری وزیری هستیم. سلام. کسری واقعا کارهای زیادی میکنه، اما تایتلی که بیشتر ما با هم در رابطه باهاش صحبت کنیم فضای مدیریت MVP ها و محصول هایی که بخوام برای استارتاپ ها ساخته بشه. کسری سلام، خیلی خوشحالم که سلام، مرسی عماد جان. من همینطور خیلی خوشحالم که اینجا هستم، میتونیم با هم صحبت کنیم و تجربتون رو منتقل کنیم. بسیار. کسری یه خورده از خود بگو، تحصیلات چی بوده، تجربه کاری چی بوده، چی شد اومدی برنا؟ خیلی چیز جالبیه بک‌گراند من، یه جوری حتی شاید خنده‌دارم باشه. من توی دوران کارشناسیم رفتم مهندسی پزشکی امیرکبیر خوندم. خب چون اعتقاد داشتم که علمیه که میتونه جون خیلی از آدم‌ها رو نجات بده. ولی خب طبق همون چیزی که خیلی همون وقتی میریم دانشگاه تازه باش روبرو میشیم، دیدم که نه، واقعا اون شکلی نیستش. واسه همین از یه جای بعد تصمیم گرفتم که یه رشته دیگه‌ای بخونم که اون بتونه حداقل کمکم کنه سری کارا انجام بدم. مثلا مهندسی برق رو شروع کردم. گفتشو همزمان ما هم خوندم. بعد دیگه درسامون تمام شد و گفتیم که خلاصه الان دیگه خیلی خفن شدیم و کلی دیتا داریم و اینا، بریم وارد بازار کار بشیم و تو ایران کار پیدا نکردم. دنبال چه کار میگشتی؟ ببین، من اولش که اصلا رفتم سمت کلا برنامه‌نویسی. یعنی من بعد از اینکه دانشگاهم تمام شدش، تقریبا سالهای آخرش بودش، تو حوزه نوروساینس وارد شدم. بحث نورو ریهابیلیتیشن استارت زدم، بحث BCI، اینجور چیزایی که یه خورده باز با همون مهندسی پزشکی خودم درگیر بود استارت زدم. شروع کردم به خوندنش و کورس‌های مختلف رفتم توی کشورهای دیگه. یه چیزایی یاد گرفتم، منم اون اطلاعات رو، اون چیزی که یاد گرفتم اپلای کنم چه همین کشور خودم، که دیدم اصلا همچین کاری وجود نداره. و در نتیجه کلا رفتم سراغ بحث برنامه‌نویسی، پایتون شروع کردم یاد گرفتن و کار کردن و کلی تو حوزه‌های مختلف وارد شدم. ماشین لرنینگ وارد شدم. اون زمان هنوز انقدر AI و جنراتیو AI اینا نیومده بود بالا دیگه. همون کسی که ماشین لرنینگ بلد بود دیگه خیلی چیز بالایی داشتش. بعدش هم که دیگه کلا تو همون حوزه بودم تا تو ایران دیگه کار پیدا نکردم تو اون چیزی که می‌خواستم. با خودم گفتم شاید اونور پیدا کنم. رفتم اونور رو، یه شرکت کانادایی بودش، اسمشو نباید بگیم، نه فرقی نداره خیلی. حالا خب اگه برای خودت بعداً شر نشه معلومه یا میرسه به دستشون دوستان مثلا. ولی با اون شرکت کانادایی شروع به کار کردم به عنوان جونیور پروداکت منیجر و کانتنت رایتر. اصطلاحاً این دوتا با هم بودش. اول با کانتنت رایتر استخدام شدم، بعد بهم گفتن که آقا بیا به عنوان پروداکت منیجر. اونجا اولین تجربه کاری خیلی واقعی بود. اولین تجربه کاری از کانادا شروع کردی؟ آره، از کانادا شروع کردم. به طرز خنده‌داری دیگه. اونجا جونیور پروداکت منیجر بودم، مستقیما با خود CEO کار می‌کردم. ریموت یا به صورت حضوری؟ ریموت بودش. آره. ریموت یعنی خودت اینجا بودی؟ آره. حالا نمیدونم در مورد بک‌گراند تحصیل، در مورد اپلای هم بگیم. آره من سال آخر دانشگاهم، یعنی فکر کنم سال 1400 بودش، داشتم برقه رو میخوندم، مهندسی پزشکیم تمام شده و تصمیم گرفتم اپلای کنم برم آمریکا. اپلای کردم واسه الکتریکال انجینیرینگ، الکتریکال اند کامپیوتر انجینیرینگ آمریکا. پذیرش گرفتم دانشگاه دوک. بعد دیگه خلاصه سری داستانا پیش اومد و وقت سفارتم گرفتم ارمنستان و به خاطر سربازی و سری داستان دیگه مجبور شدم نرم و یکی از هنوز چیزایی که تو ذهنم همیشه میمونه. بعدش اقدام کردیم برای دوباره آمریکا و این دفعه کانادا رو هم بهش اضافه کردیم. یه دانشگاه لوئیزیانا پذیرش گرفتم که رفتیم سفارت، ایران موشک زد. بعد اونجا هم ایرانی‌ها رو ریجکت کردن، گفتن بفرمایید. ولی خب کانادا شد، ویزاش هم گرفتیم، ولی تصمیم گرفتم که نرم واقعیتش. آره هنوزم ویزاشو دارم. تصمیم گرفتم بمونم ایران و تو هم برنا باشیم. کار تقریبا میشه گفت با شروع کارم تو برنا بودش دیگه. اینجا رو بیشتر از اون رفتن دوست داشتم. موندم و دیگه الانم که دارم تو برنا کار میکنم، عنوان با تایتل MVP منیجر، ولی خب تاسک‌های بیشتری داریم. از کی اومدی؟ الان چند وقت داری برنا کار میکنی؟ فکر کنم 3-4 ماه دیگه 2 سال میشه دیگه. 2 سال میشه. بعد اون چه چیزی اون نقطه شروع تو
برای جذابیت داشت توی برنا؟ من همیشه کلا از انتخاب رشته‌ام تا همین لحظهش همیشه دوست داشتم کاری بکنم که در زندگی آدمو واقعا تاثیر داره. خیلی حرفا کلیشه‌ایه این حرفا که میخوام بزنم، ولی واقعا دلیل من ورود به شرکت برنا واقعا همین بود. یعنی با کسی که مصاحبه کردم واقعا همین قضیه رو خواستیم پیش ببریم و من روز اول گفتم که آقا من دلم میخواد که واقعا تو زندگی آدمو تاثیر داشته باشم. حالا مهندسی پزشکی و نور ریهابیلیتیشن یه مدل بود، تو سلامتی بود. اینجا اینجا رویاهای آدما به واقعیت میپیونده. یعنی همون چیزایی که خودم کلی بودو کردم اپلای بکنم برم فلان کار کنم، به نوع کارآفرینیش و اصلا یه دنیای جدیدی واسم باز شد و واقعا به این قصد اومدم که حداقل بتونم کمک کنم یه سری آدم برسن به اون رویایی که تو ذهنشون هستش. حالا چه میخواد رفتن باشه، چه میخواد کار کردن و واقعا انترپرنورشیپ باشه. حالا چقدر احساس می‌کنی این رویا واقعا توی اینجا اتفاق افتاده؟ روزهای اول واقعیتش احساس نمی‌کردم خیلی. یعنی روزهای اول این احساس داشتم که خب منطقه خیلی تصمیمم کمتر بود دیگه. خیلی این احساس داشتم که آقا یه سیستم مهاجرتی و همینجوری میره جلو. هرچی گذشت بیشتر این حس بهم دست دادش که واقعا یک سری آدم، یعنی بعد از اینکه آدم موفق میشدن میومدن، اون خوشحالیه رو میدیدی، اون لبخندشون، رضایت، اونا بودش که اصلا دنیای این قضیه رو واسه من عوض کرد و به این نتیجه رسیدم که نه واقعا داریم زندگی یه سری آدمو بهتر میکنم. و منظورم از بهتر شدن لزوما رفتن از ایران نیست. خب من خودم آدمی بودم که تصمیم گرفتم بمونم تو ایران و زندگیم هم خوبه، اوکیه، ولی حداقل اون هدفی که اون آدم واسه خودش تعیین کرده و گذاشته رو تونسته بهش برسه و یه قدمی این وسط بوده، یه رد پایی از منم هستش. خیلی خوشحالم. روی رد پای خورده بیشتر حرف بزنیم. این حالا MVP بخشیشه، اما بیایم یه دور تمام این دیالوگا رو آروم آروم با هم شروع کنیم باز کردن کدوم میتونیم بشن. حتما. اینجوری بگم هر پروسه‌ای توی کار ما از ایده شروع میشه. خب تقریبا اصلی ترین قسمتش اون ایده هست. حالا درسته که خود فاندر به شدت مهمه، ولی اون ایده اون بیس کار دیگه، زیر ساخت کاره. من یکی از حوزه‌هایی که الان دارم توش خیلی فعالیت دارم بحث ایده است. اینکه آقا اون ایده چه مواردی رو باید داشته باشه، چه ویژگی هایی داشته باشه که برای رفتن از ایران مناسب باشه، یونیک باشه، کلی از این اصطلاحاً چیزایی که بهش مرتبط هستش. خب من باید رعایت کنم دیگه تو دیولپ کردن ایده، حتی گاهی توی کلاً کرییت کردن یه ایده. از اونجا شروع میشه کار من. بحث IP پروتکشنشون، اینکه آقا مراقبت شه از این ایده. IP یعنی چی؟ مخفف چیه؟ Intellectual Property یا همون فارسیش مالکیت معنوی دیگه. در اصل اون چیزیه که اون ایده رو واسه من نگه می‌داره یا واسه حالا هر کسی که داره ازش استفاده میکنه. وگرنه به محض اینکه همچین ایده هایی بیاد بیرون، چون واقعا ایده هایی که چه من چه همه بچه‌ها دارن اینجا درست میکنن، دیولپ میکنن، واقعا آن درجه. حالا یه خاطره جالبم اینجا بگم. یکی از ایده هامون که مثلا رفته بودیم PCT شو بزنیم، PCT هم همون حق تقدم ثبت اختراع، رفته بودیم درست بکنیم، به طرز خیلی بانمکی خورده بود با یکی از پتنت های آقای ایلان ماسک و خب بالاخره ما دفاعیش رو نوشتیم، کارش انجام دادیم، اون طرح هم پذیرفته شد و الان احتمالاً رفتن. ولی خب خیلی حس خوبی بود دیگه که آقا واقعا داری آن دیگه حرکت میکنی. نخوام خیلی طولانی تر صحبت کنم. من همینجا یه نکته اضافه کنم که اتفاقا خیلی از ایده ها رو دقیقاً میام ما کلی با هم حرف میزنیم و تو میری به قولی اصطلاحاً پرایر آرتش رو چک میکنی که آیا مشابهش تو بحث ثبت اختراع اینها هست یا نه و ایده کنسل میشه چون اونقدر چیز جدیدی نداره. آره خیلی نکته خوبی رو گفتی. واقعا خیلی از این ایده ها داشتیم که خیلی حتی از این قضیه ضربه هم خوردیم. یعنی مثلا اون کسی که مثلا می‌خواسته بزنه، چون هم من هستم هم خودم این اشتباه که هم آدمای دیگه، درست اگه با پرایر آرت سرچ نزنیم ایده میرسه به مرحله یهو برمیگردیم می‌بینیم خب اینو که یکی دیگه ساخته، خب حالا چیکار بکنیم؟ خودش خیلی داستان داره این قضیه و آره ما واقعا همون اولش چک می‌کنیم که این ایده واقعا یونیک باشه، هیچ کسی توش وارد نشده باشه و بعداً وارد استیج‌های بعدیش می‌کنیم. خب خود ایده دیولپمنت و جنریشن یه بخششه، نوشتن PCT خودش یه بخششه. بعد از اینکه PCT نوشته میشه تازه قسمت سخت کار من شروع میشه. واسه قبل اینکه بریم قسمت سخته، ایده دیولپمنت یعنی چی؟ مگه من یه ایده نمیدم تا تاش همونو برم جلو؟
ابدا نه. یعنی خیلی نکته مهمیه، خیلی جا بامزه است، یعنی برای کسی که تو این فرآیند باشه برای خودش خیلی جالبه. آره نه ای کاش اینجوری بود واقعا. آرزو میکنم کاش میتونستیم یه ایده بدیم همونم بگیم آقا همین خوبه بسم الله. اصلا اینجوری نیست. یعنی تو یه ایده رو که میدی واقعا حداقل 2-3 تا ایده رو میتونم بگم که ماها طول کشید تا این دیولپ بشه. یعنی یه سری لیست فیچر در میاری، میگی که آقا این قراره این کارو انجام بده، میری با آدمای دیگه صحبت میکنی. اصلا مهمتر اون یوزر فیدبک هایی که میگیریم با آدمایی که مخاطبینش هستن میریم صحبت میکنی آقا این نظرت چیه، بازخورد چیه. آره مثلا سر یک پروژه رفتم با دکترا ما سروی پر کردیم که آقا ما هم چیزی نظرت چیه، واقعا میتونه بشه. کلی فیدبک جمع کردیم که آقا این قضیه امکان پذیر هست یا خیلی موقع به نظر امکان پذیر نیست. اصلا پزشکی میگه آقا من اصلا آدم استفاده نمیکنم ایده تو رو. وقتی 20 تا پزشکی حرف بزنن ایده تو به هیچ دردی نمیخوره. یه مشت نشونه خرواریه دیگه. مخاطب تو قراره به اونا بفروشی، اونا هم نمیخرن اینا جلو. حالا همین تیکه که داره انقدر راحت ازش میگذره این مدل مصاحبه کردنه که تو یک جوری ببری جلو که نتیجه درست رو بگیری، اون قصه‌های مام تست و اینا خودش کلی 100%. خیلی خیلی پروسه دیولپمنت اصلا پروسه راحتی نیستش. یعنی اینکه من خیلی زود از روش گذشتم ولی واقعا کار سختیه و مرتباً در حال اصلاح شدن، حتی گاهی اوقات در وسط پروژه. یعنی ما ایده‌ای داشتیم که همه چیزش اوکی شده، اولش انجام شده، پرایورتش خورده، همه چی خوب فیکس، رفتیم جلوتر. اون شرکتی که مثلا ما قرار بود سخت افزارش رو ازش تهیه بکنیم یهو ورشکست شده، شرکتش فروخته به شرکت اچ پی. بعد دیگه کسی نیستش بخواد اون رو به ما بده و ما مجبور شدیم وسط پروژه پیوت بکنیم و بچرخیم و عوض کنیم و اصلا یه داستان. و چقدر خوجی اون ایده جذاب‌تر شد. ایده خودتون بود خیلی خیلی بهتر شدش. یعنی که آره اصلا گو تو مارکت استراتژیش فرق کرد و ما در امان موندیم از فشارهایی که میتونستش بیاد بهمون. ولی آره آیدیا دیولپمنت واقعا پروسه‌ایه که به صورت کانتینیوسی در تمام پروژه از اول تا آخرش تا ابد بذار اینجوری بگم، حتی نه تا آخر پروسه ما تا ابد ادامه داره. قشنگ. آره بعد از اینکه حالا آیدیا دیولپ شد و آی پیش انجام شد و پی سی تیشو نوشته شد و فلان و اینا، میریم وارد بحث پیدا کردن یکی میشیم که آقا این کارو انجام بده. خب واقعا کار سختیه ها. من فکر میکردم که بابا چی بابا یه ایده رو میندازی وسط میگی آقا هم چیزی هست الان 50 نفر میریزن میگه آقا بیا پول بگی برو. واقعا اینجوری نیست. یعنی ایده رو انجام بده یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا تو بیا ایده رو اول از همه بفهم، بعد من اون فیچرهایی که من میخوام رو تو بگیر، اگر تونستی بفهمی چی و تو هم موافق بودی و با هزینه هم اوکی بودی، حالا برو دیولپش کن. برنامه نویسیش کن. بنویسش، حالا چه سخت افزاری باشه باید بره آره یعنی پروژه سخت افزاری هم داشتیم دیگه. همه این پروسه یکی باشه که ایده رو بفهمه، توانایی پیاده سازیشو داشته باشه، با هزینه‌اش اوکی باشه، زمانبندی رو بتونه رعایت بکنه، تو میافتی دنبال این که بتونی همچین آدمی باش. آره و پروسه خیلی زمانبریه به نسبت، واسه همین کارا رو قبل از مثلا اینکه آی پی تایید میشه ما شروع میکنیم به پیدا کردن دیولپر، حتی گاهی اوقات به مثلا اینکه ایده ایجاد شد و تایید شد و مجبوریم که این کارو بکنیم، چون پیدا کردن دیولپری که مطمئن باشی طبق قانون عمل میکنه، طبق قوانینی که داره تعیین میکنه سخته دیگه. تو فرض کن اومد آقا زمانبندی هم رعایت نکرد، میخوای بری چیکار کنی؟ خب بالا سرش بگی که ببین رعایت نکردی الان میام شکایت میکنم. خب برو 10 ماه دیگه نتیجه بگیر چیکاریه خب یارو من چیکار کنم؟ و اون اعتماد خیلی سخت آدم مورد اطمینان پیدا کردن که واسه همین در طول زمان ما آدمایی رو پیدا کردیم که آقا خیالمون دست و دلمون نمیلرزه اگه بخوایم این پروژه بدیم، مطمئنم پسش برمیاد تو 1000 تا حوزه مختلف. بعد از اینکه دیولپر پیدا شد و فهمیدیم که آقا این میخواد میدونه من چی میخوام، تازه میافتیم دنبال این که آقا وایر فریم واسش دیزاین بکنیم یا یو ایکسش رو بهش پیشنهاد بدیم چیکار بکنه، همه اینا رو بهش تحویل بدیم، حالا بره بشینه دیولپ کنه، برگرده حالا فیدبک هایی که از خود فاندرها از خودمون همش باید بیاد روی این پروژه که آقا فکر کن مثلا میگن یه چیز غذا رو اگه 10 نفر آشپزی کنن یا شروع میشه یا بینمک آشپز که دوتا شد، اینا هم همون پروسه است. یعنی 50 نفر فیدبک میگم همه میخوام به ایدئال ترین حالت ممکن برسه. یکی از چیزایی که من همیشه درگیرشم اینه که آقا مفهوم MVP رو عزیزان شاید اونقدری که باید حس کنن حس نمی‌کنن، فکر می‌کنن که قراره پروداکتی باشه که از همون روز اول ازش پول در بیاد. ولی خلاصه به سر کله اینا رو همه رو میزنیم و
کارش انجام میشه، دیولپ میشه میاد بیرون. این همین دیولپ میشه میاد بیرون یه پوستی میشه. آره 5 ماه طول میکشه. میاد بیرون و دیگه حالا محصول میاد دست ما. تستای اولیه با واقعا مشتری واقعی تستش کردن، آدما بیان نظر بگیرن، پرسه مارکت اسسمنت که خب من خیلی توش درگیر نیستم، تا مرحله این که دیگه برن سر جلسات با مصاحبه با انکوباتور و فلان اینا که به نتیجه برسه. دو تا موضوع بیشتر در رابطه باش حرف بزنیم. یکی اون فرایند خود MVP رو، خود تعیین کردن مرز بین اینکه آقا MVP از کجا تا کجا، اینکه من چه ویژگی هایی رو توی MVP بذارم یا نذارم. حالا این موضوع خیلی فراتر از بحث صرفاً استارتاپ، یعنی خیلی موضوع تخصصی و متنوع‌تریه و حتی شاید اصلا مناسب خیلی از فضاها هم نباشه این حرفی که ما داریم با هم میزنیم. اما توی این فرایندی که الان روتین حالا انجام دادی، تو کجا میگی آقا MVP از این بزرگتر نباید بشه؟ چون کار خیلی سختیه. 100%. تو پروسه های خودمون دو تا عامل خیلی مهم هستش که به خاطر اینکه ما منطقه هدفمون که سریعتر به نتیجه برسیم دیگه، زمان و هزینه. یعنی من دیولپری رو میشناسم که یک پروداکت کامل رو تو 2 هفته میتونه بیاره بالا، منتها با یه تیم 15 نفره. هزینه‌ش هم همونقدر بالاه. دقیقاً. خب ما هزینه میتونیم اصلا هر استارتاپی مهمه که این دو تا فاکتور مهمترینشه دیگه، زمان و هزینه شه. بله. اول اصلا باید در نظر بگیر که زمان چقدر قراره طول بکشه. اگه قراره تو MVP تو یه چیزی باشه که مثلا 1 سال طول میکشه، MVP نیستش. 99% نیستش. خب مگر اینکه یه پروژه خیلی عجیب غریبی داشته باشی که خب حداقل پولش هم داری بدی. 1 سال بعد هزینه بدی. دقیقاً. یکی هم بحث هزینه است. باید ببینید چقدر داری هزینه میکنی، رو چه فیچری داری هزینه میکنی. این لیست فیچرهای MVP از همون چیزایی که موقعی که داری ایدر دیولپ میکنی در میاد. خب یا بعد از این که مثلا RFP یا ریکوست فور پروپوزالی که میخوای بدی به دیولپرها که بگن آقا ما چه کاری میتونیم انجام بدیم، اون لیست فیچرها خیلی مهمه. چجوری من انتخاب میکنم؟ میام بررسی میکنم موقعی که من میخوام وارد بازار بشم، موقعی که میخوام مشتری واقعی پیدا کنم، این فیچرهای من کمکی میکنه به من یا نه؟ قراره بیشتر من همینجوری بدو اونو دنبال مشتری. لیست فیچرهایی رو انتخاب میکنم واسه MVP که مستقیما پین پوینت مشتریمه. خب حالا این از بازخورد حرف زدن با آدما، فیدبک با آدما میشه بخشی از اون فرآیند آیدیا دیولپمنت. دقیقاً. حالا من اگر تو اون مرحله فیچر اشتباهی انتخاب بکنم، زمان میره بالا، هزینه هم میره بالا. و خیلی موقع فیچر خیلی خوبی من دارم انتخاب میکنم ولی تو اون بازه زمانی با اون هزینه نمیگنجه. واسه همین تعدادش محدود میشه. یه فکر کن از یک عالم فیچر تو یه فیچر باکس خیلی بزرگی که داری باید یه قیف ردشون کنی، یه اکسل فیلتری که الان گفتم، تا برسه مثلا به 4 تا 5 تا 6 تا فیچری که بتونه واقعا خروجی داشته باشه و مشتری واقعا بتونه ببینه نتیجه رو. این هم خیلی مهمه که یوزر فیسینگ باشه، یعنی واقعا مشتری ببینه که آقا من الان دارم این کارو انجام میدم، واقعا این تاثیر داره میذاره و زندگیمو داره تاثیر توش میذاره. اینجوری میشه که لیست فیچر MVP مون انتخاب میکنیم و منطقاً بعدش هم پروسیدور داریم. من خیلی حالا جالب بود این، یعنی یه سری چیزا ما دیالوگا بین خودمون خب خیلی عادی میشه ولی بعضا ممکنه برای آدما ملموس هم شه که چرا من باید خب هزینه و زمانم محدود بکنم به عنوان یه استارتاپ اگر زمانشو دارم هزینه‌شو دارم. و این اتفاقا جزء اشتباهات خیلی متداولیه توی خیلی از استارتاپ‌ها که طرف چون با این فرآیند آشنا نیست فکر میکنه خب باید بهترین چیزی که میتونه رو همون اول بسازه. اما برخلاف این تصور، این فرآیند تکرار کردن این که من برم یک چیزی رو بسازم، بازخوردش رو ببینم، خوب بود برم یه مرحله بهترش کنم، بازخوردش رو بگیرم، خوب بود یه مرحله بهترش کنم. این حالا فلسفه کلا روش کارآفرینی لین استارتاپ هم تو همین فاز میشه که بساز، تستش کن، بهترش کن. و مسئله اینه که با این دید باید MVP ساخته بشه که آقا ممکنه همه این فیچرهایی که میزنی کنسل شه، بسازی. حالا تو با 10 نفر بازخوشو گرفتی، حست اینه که اینها بهتره، ممکن بریم جلوتر اینطوری نشه ها، ممکنه یه سری چیزای دیگه لازم باشه اضافه کنیم. بذار اینو بهت بگم، ما دو مدل ولیدیشن، یعنی دو تایپ ولیدیشن داریم. یه دونه آیدیا ولیدیشن داریم، یه مارکت ولیدیشن داریم. دو تا چیز کاملا متفاوته و متاسفانه آدما بعضی موقع با هم قاطیش میکنن. آیدیا ولیدیشن یعنی ترجمه فارسی شو ارزیابی ایده، تایید کردن اینکه آیا اون ایده خوبه یا نه. مارکت ولیدیشن یعنی اینکه بازار آیا استقبال میکنه اون محصول یا نه. خب
یکیش قبل از پروسه دیولپمنت، یکیش بعد از پروسه دیولپمنت و خیلی باحاله که اینا زماناش به هم ربط داره. مثلا تو بله من این حرفتو قبول دارم که بعد لین استارتاپ اینجوری پیش میره، ولی یه موقع هستش میگه آقا من میخوام یه محصول درست کنم تموم اصلا بتره کنه. خب استارتشو میذارم شروع میکنم. خب فقط یه حواست به یه چیزام باشه وقتی خواستی همچین حرکتای قول و چیزی بکنی، خب اون آیدیا ولیدیشن هستش. خب به جای مثلا یه ماه 2 ماه بعد 1 سال آیدیا ولیدیشن کنی ها. تازه من بهت میگم اصلا هم افیشنسی چیزو نداره مارکت ولیدیشن. چه جذاب. میری آیدیا ولیدیشن طولانی میکنی، بعد میفهمی دقیقاً مشتری چی میخواد، پروداکتو همونجوری خفن میاری بالا، بعد میری تو مارکت ولیدیشن. اگر واقعا خوب انجام داده باشه آیدیا ولیدیشن احتمالاً مارکت ولیدیشن خوب میگه احتمالاً، ولی امکانش هم هست نگیر. از اون طرف تو آیدیا ولیدیشن تو خوب انجام میدی، زمان معقول 1-2 ماه انجام میدی، میری محصولتو دیولپ میکنی، حالا تازه وارد مارکت میشی. مارکت ولیدیشن خودش داستانه. این پروژه رو تو با ایده این که من چی فهمیدم از مشتریم ساختی. لزوما اون چیزی که تو فهمیدی از مشتریت با چیزی که مشتریت میخواد یکسان نیست. ممکنه فهم تو اشتباه بوده باشه. اصلا 100% بهت میگم همواره بالای مثلا میتونم بگم 70% موقع ما اشتباه برداشت کردیم. خب فکر می‌کنی مشتری اینو میخواد، بعد رفتیم مشتری گفته نه آقا هم چیزی من نمیخوام. خب بعدش هم وارد بحث مارکت شدیم و دیدیم که آره نمیشه بعضی موقع همه فیچرها رو مجبور شدیم عوض کنیم. من دقیقاً حالا این تجربه‌ای که دارید باهاش حرف میزنی نه تنها توی محصولات استارتاپی، حتی تو محصولایی که خود توسعه نرم افزاره، توی این فضا که من چطوری به توسعه دهنده این رو به قولی درست منتقل بکنم که اینه که من میخوام پیاده سازی بشه. اصلا فلسفه اصطلاحاً حالا اون مدل کلاسیکش واترفالیه دیگه، میگن تو آبشاری یه چیزی رو میگی اون میره میسازه خروجیشو میاره تو ببینی چی. این اون مدلیه که انقدر آزمون و خطایی انجام فهمیدن اشتباهه و باید خود اون برنامه نویسه در حین ساخته شدن این محصوله میبوده و قدم به قدم چک میکرده ببین این همونه که تو میخوای، ببین این فیچر اونجوری بود که تو می‌خواستی، قیافش اوکیه، فرآیندش اوکیه. و چقدر جالبه که مثلا همین فرآیند به قولی اصطلاحاً تکرار شدن، چک کردن قدم به قدم محصوله توی بیزنس هم دقیقاً هست. یعنی قدم به قدم کارآفرینه باید چک بکنه ببین این فیچر همون چیزی که مشتری میخواد یا نه. انگار کارفرما الان مشتریه و من کارآفرین میشم مجری دیولپره که ببینم پروداکت اونجوری که باید داره پیاده سازی میشه یا نه. بحث خیلی جذابی بود، یعنی واقعا من به نظرم یه چیزایی با هم دیگه حرف زدن خیلی کمتر شنیده شده توی اکوسیستم استارتاپی. و حالا چون تایممون کمه میتونیم خیلی از اینا رو بعدا با هم دیگه بیشتر بازشون کنیم. اگر نکته‌ای داری فکر می‌کنی میتونی اضافه کنی تو چند دقیقه خوشحال میشم. نکته خاصی ندارم، ولی مسیر کارآفرینی یه چیزی که همیشه من دغدغمه بحث صبره. صبر داشتن واقعا موضوع ضروریه برای بحث کارآفرینی. اگر صبر نداری بهتره یه دور فکر بکنی به این که آیا مسیر درستی انتخاب کردم یا نه. چون بالای 1000 تا تغییر ممکنه داشته باشی، ممکنه کلی زحمت کشیده باشی، کلی هزینه کرده باشی، به فنا بره. واقعا ممکنه به فنا بره. و ممکنه تو یه ایده داشته باشی همه چی خوب پیش رفته باشه، یه شرکت غول بیاد بزنه ایده رو و بولدوزر از رو رد شه. بولدوزر رد بشه. به خصوص برای هوش مصنوعی مولدا چقدر این اتفاق افتاده قرار بیفته. آره این قرار بیفتهش واسم جالب‌تر. خلاصه خیلی خلاصه صبر. این آپشن صبر رو اضافه بکنیم به کارآفرینی به نظرم، چیزی که شاید خیلی درمونش حرف زده نشه. همین به نظر ما یه کوچولو من در کنار صبر جنون رو هم پیشنهاد می‌کنم. 100% یکم باید کارآفرین مجنون باشه یه کمی، یعنی از یه حدی عاقل‌تر باشه واقعا به نظر نمیاد. دقیقاً درسته. دمت گرم، خیلی خوب بود. مرسی که صحبت کردین. دمتون گرم. خداحافظ شما.